سلام به همه شنونده های عزیز. دوباره با یه حکایت و یه داستان جدید اومدم به خونه های شما. شاه عباس و سه خواهر. روزی شاه عباس با وزیر خود علاوردی خان لباس درویشی پوشیدن و به گشت و گذار پرداختن. همونطور که مدیه میخوندن به در خونه مهتری رسیدن. دیدن سه دختر زیبا کنار هم نشستن و مشغول گپ زدنن. شاه عباس به وزیرش گفت علاوردی بیا پنهان بشیم ببینیم اینا چی میگن. خواهر بزرگتر شروع به صحبت کرد. اگه پسر وزیر به خواستگاریم بیاد تا آخر عمر هیچ غصه ای ندارم. خواهر وسطی گفت ای کاش پسر وکیل به خواستگاری من میومد. اگه با پسر وکیل ازدواج کنم دیگه در دنیا هیچ غمی ندارم. نوبت به دختر کوچکتر رسید. خواهر کوچیکه گفت در دنیا فقط یه آرزو دارم و اون اینه که شیر پاک خورده‌ای حتی اگر پسر چوپان باشه، حتی کچل و زشتم باشه مهم نیست، اما منو دوست داشته باشه و منم اونو دوست داشته باشم. به خواستگاریم بیاد و با هم دیگه ازدواج کنیم و به مسافرت بریم و شاه عباس و وزیر و وکیلش بار و اساسمونو به دوش بکشن. درد و بلام بخوره به سر شاه عباس و وزیر و وکیلش. هیچ کدومشون شیر پاک خورده نیستن. حال پادشاه حسابی گرفته شده بود. وقتی از اونجا برگشتن شب و با ناراحتی به صبح رسوند. به محض اینکه خورشید طلوع کرد لباس قرمز و پوشید و بر تخت سلطنت نشست و فرمان داد به خونه اون مهتر برن و سه دختر اونو به دربار بیارن. امر پادشاه رو اطاعت کردن و سه دختر رو نزد پادشاه آوردن. به امر پادشاه خواهر بزرگ رو برای پسر وزیر و خواهر وسطی رو برای پسر وکیل عقد کردند. آخر سر پادشاه با عصبانیت پاهاشو به زمین کوبید و جلاد رو صدا کرد. جلاد بلا فاصله حاضر شد. پادشاه دختر کوچیک رو نشون داد و گفت سر این دختر رو طوری از تنش جدا میکنی که یه قطره خونشم به جایی نچکه. دختر خندید و گفت راستی که واقعا پست و حقیری. پادشاه گفت چطور جرأت میکنی به پادشاه مملکت تهمت پستی و حقارت بزنی؟ دختر گفت برای اینکه دزدانه به حرفای مردم گوش دادن کار آدمای پست و حقیره. پادشاه که از عصبانیت خونش به جوش اومده بود به جلاد دستور داد هر چه زودتر سر این دختر گستاخو از بدنش جدا کنید و زبانش هم ببرید. دختر گفت خیلی ناجوان مردی. پادشاه پرسید ناجوان مردی منو از کجا فهمیدی؟ دختر گفت من یک جان بیشتر ندارم و اونو تسلیم میکنم، اما این کار تو به عنوان یک عمل ناجوان مردانه زبان زد خاص عام مردم خواهد شد. وزیرش علاوردی تعظیم کرد و گفت قبله عالم به سلامت باشد. اگر به دستور شما سر این دختر را از بدن جدا کنن مردم درباره شما حرفهایی خواهند زد که این دختر گفت. بهتر است از این کار چشم پوشی کنید قربان. پادشاه به توصیه وزیر خودش عمل کرد و دختر رو تبعید کرد. دختر از شهر بیرون رفت و راه دشت‌ها و دریاها و تپه‌ها و بیابان‌ها رو در پیش گرفت تا سرانجام از دور کچلی رو دید. به کچل نزدیک شده به اون گفت ای پسر تو کجا بودی؟ مدت‌ها بود که دنبال تو میگشتم. کچل با شگفتی سراپای دختر رو برانداز کرد و گفت آهای دختر زیبا تو من از کجا میشناسی؟ دختر گفت 7 ساله که هر شب تو رو تو خواب میبینم و از همون اولین بار که تو رو تو خواب دیدم عاشقت شدم. راستی من گرسنه‌ام. چیزی برای خوردن داری؟ کچل گفت همین عصاه حاضر میکنم براتون. این کچل داستان ما به کچل تنبل معروف بود و از زور تنبلی برای تهیه غذا به خودش زیاد زحمت نداد. بز لاغر و وامونده ای رو که در همون نزدیکی بود گرفت و سرشو برید. گوشتش رو خورد کرد و کباب کرد و با دختر خوردن. دختر گفت خب غذامونم خوردیم، حالا چی کار باید بکنیم؟ همینجا باید بمونیم؟ کچل گفت نه اینجا چرا؟ میریم خونه. دختر گفت نه خوب نیست که من همراه تو بیام. تو اول برو به مادرت خبر بده بعد بیا منو ببر. پسر و مادر دختر رو همراه خودشون به خونه آوردن. دختر دید کچل خیلی تنبل و به کار و زندگی اصلا نمیپردازه. وقتی هم دنبال کاری میره اونو خوب انجام نمیده. هرچی طلا و جواهر و ثروت داشت به کچل داد و گفت این طلا و جواهراتو میری تو بازار میفروشی و با پولاش 2 تا گاو نر بخر و بیار. کچل جواهراتی که دختر داده بود به بازار برد و فروخت و با پولهایی که داشت 2 تا گاو نر خرید و برگشت.
دختر گفت این گاوا رو به خیش میبندی و زمینهای آب و اجدادی خودتو شخ میزنی و بذر میپاشی. دختر فوت و فن و راز و رمز کارو نیز به کچل آموخت. کچل گاوا رو به خودش بست و تو زمینهای پدری مشغول کشاورزی شد. کچل با ناواردی یه طرف زمین شخ میزد و میکاشت و بعد طرف دیگه رو. خلاصه خیلی از جاهای زمین شخ نزد و بذر نپاشیده موند. به همین شکل تا زور کار کرد. ناگهان گاواهن اون به سنگ بزرگی گیر میکنه. کچل به محض اینکه سنگو برمیداره دید زیر سنگ سوراخی پیدا شده. خاکای اطراف سوراخو کنار میزنه، میبینه زیرش پر از طلاست. کچل دوباره سنگی رو روی سوراخ میذاره و گاوا رو هی میکنه و به خونه برمیگرده. غذایا رو برای دختره تعریف کرد. دختر مهتر گفت اگه بخوای تمام طلا رو یه مرتبه به خونه بیاری همه میفهمن. پس به حرفی که من میزنم با دقت گوش بده. هر روز گاوان رو به اونجا میبری تا عصری شخ میزنی. زمین رو میکاری، هنگام غروب یه خورجین از طلا پر میکنی و به خونه برمیگردی. به همین ترتیب تمام طلاها رو به خونه میاری و هیچ کس هم متوجه نمیشه. بله، کچل هر روز گاوان رو به مزرعه میبرد و تا غروب کار میکرد و هنگام غروب خورجینش رو از طلا پر میکرد و به خونه برمیگشت. به همین طریق 10 روزی طول میکشه تا طلاها رو به خونه بیاره. دختر مهتر به کچل گفت کچل حالا برو یه بنای وارد و ماهر پیدا کن، اونو بیارش اینجا. کچل میره و با یه بنای ماهر و کار آزموده به خونه برمیگرده. دختر به بنا میگه استاد از تو میخوام برام یه عمارت 40 اتاقه بسازی. هر اتاقشو با 40 رنگ زیبا و متنوع رنگامیزی کنی و تو هر اتاق 40 شیء گوناگون قرار بدی. این اتاقا هر کدومشون دارای یه در باشه و درا رو باید طوری بسازی که نهایتاً همه اونها به یک در عمارت ختم بشن و تو اتاقا باید در هر دقیقه 1000 رنگ جلوه‌گر بشه. استاد بنا کار خودشو در مکانی که برای ساختمون در نظر گرفته شده بود شروع میکنه و بعد از 1 سال ساختمونی رو که دختر خواسته بود واسش میسازه. دختر مزد بنا رو 2 برابر قراری که داشتن پرداخت میکنه. دختر همون موقع 40 کنیز استخدام کرد. کنیزکان رو به رنگ اتاقها لباس پوشون، به طوری که به هر اتاقی که وارد می شدی دخترها رو از رنگ اتاق نمیتونستی تشخیص بدی. مردمان اون سرزمین‌های دور و نزدیک برای تماشای این بنای مشهور می اومدن. تعریف و تمجید این بنا به گوش شاه عباس هم میرسه. شاه عباس به وزیر خودش علاوردی میگه وزیر پاشو یه لباس درویشی بپوشیم بریم ببینیم این چه ساختمونی که همه از اون تعریف و تمجید میکنن. شاه و وزیر با لباس درویشی به راه میافتند. منزل به منزل طی منازل رفتند تا به نزدیکی عمارت اون خانم رسیدن. بنا اونقدر زیبا بود که شاه عباس دهنش باز مونده بود. شاه پرسید وزیر به راستی آیا این بنای زیبا و مجلل با دست بشر ساخته شده؟ مگه همچین بنای زیبایی هم میتونه وجود داشته باشه؟ اگه بتونم درونشم ببینم خیلی خوب میشه. دختر که از روی ایوان قصر اطرافو نگاه میکرد به محض اینکه شاه عباس و علاوردی وزیر رو میبینه اونها رو میشناسه. کنیزی رو صدا میزنه و میگه 2 درویش اومدن، برو ببین چی میخوان. اگه میخوان مهمون بشن اونا رو بیارشون داخل. کنیز نزد اونها اومد و به شاه عباس و علاوردی وزیر گفت آقایون با چه کسی کار دارین؟ شاه عباس گفت مهمان خداییم. کنیز گفت بفرمایید در این خانه به روی مهمونا بازه. شاه عباس به همراه علاوردی وزیر به داخل ساختمون رفتن. کنیز اونا رو به اتاق اول برد. شاه عباس وقتی وارد اتاق شد به دری که حرکت میکرد نگاه کرد و گفت علاوردی اینجا برای خودش دنیاییه، صبر کن تا آخرش هم ببینیم. برای اونا چای و میوه و شیرینی آوردن. شاه عباس زیر چشمی نگاه کرد، دید کنیزا یکی یکی میان و میرن و حسابی از اونا پذیرایی میکنن. به وزیرش گفت وزیر اینجا چه احوالاتیه؟ منی که پادشاهم اینقدر کنیز ندارم. علاوردی وزیر گفت قبله عالم من نیز مانند شما شگفت زده هستم. پس از آن که مهمونا خوردن و آشامیدن کنیزی نزد اونا اومد و گفت آقایون دراویش لطفاً به اتاق دیگه ای تشریف ببرید. شاه عباس به کنیز گفت خانم ما هنوز از تماشای این اتاق سیر نشدیم. در ضمن من اتاقی به غیر از اینجا که در آن نشستم نمیبینم که به اونجا برم. کنیز گفت پس به دنبال من بیاین. به همین طریق اونا رو هر روز به اتاقی میبردن. سرانجام روزی علاوردی وزیر گفت فدای قبله عالم بشوم، میخواهی چه کار کنی؟
ما که نمیخواهیم برای همیشه اینجا بمانیم، درست است؟ شاه گفت تا ما سر این بنا را کشف نکنیم و صاحب اونو نشناسیم از اینجا نخواهیم رفت. تا اون هنگام 39 تا اتاق دیده بودن که همه اتاقا مثل بهشت بودن. هیچ پادشاهی چنین اتاقایی رو به خواب خودش هم ندیده بود. وقتی نار تموم شد کنیزی داخل اتاق شد و گفت آقایون دراویش، خانم فرمودن از شما بپرسم چه درخواستی دارین؟ شاه عباس گفت به صاحبخونه‌تون بگین میخوایم اونو ملاقات کنیم. کنیز رفت و خواسته شاه رو به عرض خانم رسوند. دختر مهتر گفت برو به درویشا بگو من الان میخوام کمی تو باغ گردش کنم و مقداری وسایل خوراکی میخوام به باغ ببرم. چون مرد تو خونه نیست، اگه اشکالی نداره اینا رو بردارن تا با هم دیگه به گردش بریم و بعد بازگشت با هم دیگه صحبت میکنیم. کنیز برگشت و پیام دختر مهتر رو به شاه عباس رسوند. شاه عباس رو به علاوردی وزیر کرد و گفت کسی که ما رو نمیشناسه، بیا وسایلش رو حمل کنیم، شاید از راز این ساختمون و صاحب اون آگاه بشیم. علاوردی وزیر گفت صاحب اختیارید قربان، من حرفی ندارم، برویم. شاه به کنیز گفت به خانم بگید اشکالی نداره، اون وسایل رو برای ایشون به باغ خواهیم برد. دختر 2 بسته بزرگ تو پارچه پیچیده و آماده کرده بود که اگر اغراق نباشه وزن هر کدوم از اونها 5 من بود. کنیزها این بسته ها رو تا دم در بردن. دختر کنار بسته ها ایستاد و کنیزان پیش شاه عباس و اللهوردی وزیر رفتن و گفتن آقایون دراویش بفرمایید خانم دم در منتظر شماست. شاه عباس و اللهوردی وزیر به در که رسیدن 2 تا بسته بزرگ دیدن. کنیزا یکی از بسته ها رو پشت شاه عباس و اون یکی رو پشت اللهوردی وزیر گذاشتن. بعد از پیمودن مسافتی از راه شاه عباس و وزیر عرق از سر و صورتشون سرازیر شد. دختر مخصوصا اونها رو از مسیری طولانی به باغ راهنمایی میکرد. اونا خسته و کوفته شده بودن و چیزی نمونده بود که از پا بیفتن. خانم با کمک کنیزاش تو باغ مجلسی آراستن و تا از خوردند و نوشیدند و خوشگذرانی کردند. به هنگامه غروب باز همه اشیا و وسایلشون رو جمع کردن و بستن و از درویشا خواستن که باز زحمت برگردوندن اونها رو به خونه بپذیرن. شاه عباس و علاوردی نیز جز پذیرفتن هیچ چاره‌ای نداشتند. هنهن کنان و عرق ریزان وسایل رو به خونه رسوندن. شاه عباس و علاوردی وزیر به اتاق 39 که اتاقشون بود رفتن و دختر به اتاق 40 رفت. بعد از مدتی استراحت دختر کنیزی رو نزد اونا فرستاد و گفت برو به درویشا بگو تشریف بیارن. کنیز اومد و شاه عباس و وزیر رو به اتاق 40 برد. اونا نگاه کردن و چی دیده باشم خوبه. تمام چیزایی که در آنجا دیدن رویایی بود، مانند چیزایی بود که درباره بهشت شنیده بودند. دختر بین گوله‌های نوشکفته نشسته بود و در اطرافش در و گوهر و یاقوت می‌درخشیدند. دختر با لبای خندون گفت شاه عباس اللهوردی وزیر خیلی خوش اومدین. شاه عباس سراسیمی و برآشفته گفت اینجا شاه عباسی وجود نداره، نه اللهوردی وزیری، شما سخت در اشتباهین. دختر با خونسردی گفت اگه بخواین ماهیت خودتون رو پنهان کنید و حقیقت رو نگین، یک کلمه هم با شما حرف نخواهم زد. شاه عباس که میکوشید خونسردی خودش رو حفظ کنه گفت حقیقت اینه که ما از دراویش اصفهان هستیم. دختر گفت بسیار خوب، خوش اومدین، میتونین تشریف ببرین. شاه عباس فهمید که دختر واقعا اونا رو میشناسه و جایی هم برای پنهانکاری و این کار واقعیت نمونده. پس به ناچار گفت ای دختر درست شناختی، حالا اسرارتو برای ما آشکار کن. دختر گفت ای پادشاه، اکنون شما بگو با دخترای مهتر چی کار کردی؟ شاه عباس گفت یکی رو برای پسر وزیر، دیگری هم برای پسر وکیل اخذ کردم و دختر کوچیکرم تبعید کردم. دختر گفت شاها بدان آگاه باش که من همون دختر کوچیکم و به آرزوم رسیدم. با یه شیر پاک خورده ازدواج کردم. اون منو دوست داره، منم اونو دوست دارم. شما هم مثل 2 تا خدمتکار بارای منو به دوش کشیدین. من شماها رو وادار به این کار کردم تا درس عبرتی باشه و دیگه تو خونه های مردم دزدانه به حرفاشون گوش ندید تا از اسرار اونها آگاه بشید. شاه گفت خب دختر جون بگو ببینم چطوری صاحب این قصر با شکوه و جلال شدی؟ دختر دستور داد شوهرش رو صدا زدن. اونو به شاه و وزیر معرفی کرد و گفت نگاه کنین، با زحمتای من و همسرم این خونه و زندگی درست شده.
بنای زندگی بر پایه‌های کار و کوشش و تلاش استواره. الله وردی به شاه گفت: قبله عالم خوب ما را بی‌آبرو کردی. پس از سالها وزارت سرانجام کارمان به بیگاری و باربری کشید. شاه به خانم میزبان گفت: یک خواهشی دارم و آن اینکه درباره آمدن ما به اینجا به کسی چیزی نگویی. دختر گفت: خب اگه شما اینطور میخواید نمیگم. شاه پرسید: قول میدهی؟ دختر پاسخ داد: من قول میدم، اما شما باید قول بدین که با صداقت و درستی با مردم رفتار کنید. کسی رو که در خونه و چاردیواری خودش راز دل خودش رو با اطرافیانش در میون میذاره مجازات نکنید و از گوش دادن پنهانی در خونه اینون بپرهیزین. شاه عباس و اللهوردی وزیر از اون دختر خانم خداحافظی کردن و یه راست به دربار برگشتن و تصمیم گرفتن دیگه پنهانی به خونه های مردم سرکشی نکنن. خب عزیزان من، این قصه هم به سر رسید. امیدوارم که از شنیدن این قصه لذت برده باشید. تا یه قصه و حکایت دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.